بچه‌ها چه خبر؟ سلام نوکرتم، صبح بخیر. قربانت. اومدیم با یک ویدیو. الان باید داد بزنم، اگه خانواده اینجا باشین نمیشه داد زد. بعد مثلا دوباره بخوایم جایی بریم ویدیو بگیریم باد میاد. برای همین رفتم یک میکروفون گرفتم، یک میکروفونی که بیشتر کارا رو میتونی باش انجام بدی. حالا خوبه به نظر من. بعد چیزم هست، مدلش K8 هم به چیز میخوره، تایپ سی میخوره و هم به همین آیفون. برای ویدیو، ولاگ، پخش زنده، همین استریم و حالا هر چیز دیگه به درد میخوره. بریم برای آنباکسش. بریم نکن اینجوری میکنم. خب ویدیو قبلی که من یه بار هدفون رو گرفته بودم، حالا من اینو باز کنم تعریف میکنم دوباره. حالا باز میشه. خب اینجا تیغ نداریم، خودکار داریم. با خودکار زهر مار. خب این از میکروفون K8. اینجا هم تستش کردم، یه بار باز کردیم تست کردیم. محتوای جعبش یک عدد فرستنده، یک عدد گیرنده، یک عدد تبدیل به آیفون که ما نداریم مثلا آیفون، یک عدد پنبه ضرب. توش اینه دیگه. اینجوری این هم که شارژرشه، کابل شارژرش. همه چینیه داره، چینیه دیگه، میرین چاینا چینی. چیه دانشون میدونستم. اینو نشستم گوگل ترنسلیت ترجمه کردم خوندم. بیکارتر از منم هست تو کامنت بگید. اینا رو بذاریم این تو جعبش. اینم که کابلش بود. این از اول گیرنده شروع میکنیم. تو نمایشگر حالا مثلا تقلبی داره. حالا چراغ LED شو اینجا میذاشتیم، نه این بغل، اینجا میذاشتیم. گوش بده گوش بده گوش بده. چقدر قشنگه. این برای خود میکروفون. به به. میکروفون باید اینجا بخوره نه؟ اینجوری نه. صبر کنید. اینجوری باید بخوره. اینا رو بکنم بابا. این از اینو الان میخوام اول اینو روشن کنم. کلیدش اینجا.
با یه بار بزنم نباید نگه دارم. چشمک زنش اینجور که میبینید اینو خاموش کنم. آره چشمک میزنه. اینم باید وصل کنم به موبایل. وصل. خب ثبت شد. الان صدای من داره از این میاد. نزدیک‌تر کنم خب اینو ما باید وصل کنیم به یقه‌مون. اون یقه‌ایه. خب الان صدای من از میکروفون یقه‌ای میاد و امیدوارم که صداش واقعا خوب باشه. روشن هم هست. 1 2 صدای خیلی خوبی داره. مثلا الان ما باشیم کبریت رو روشن میکنیم و شما صداش رو میشنوید. میکروفون میذارم اینجا. صدا در با صدای کبریت و روشن کردن کبریت. کبریت بغلش خرابه. من یک کبریت دیگه بیارم. نه بدایان بچم مثلا یک کبریت دیگه ما آوردیم رو میز. صداش داره میاد. الان صدای من از این فاصله 50 سانتی داره میاد توی میکروفون. میزنم صدا بلندتر کردم. خب این از این کبریت بازش میکنیم. اینو میارم بالاتر. نه کجا باید بذارم شما ببینید. یه جا بذارم رو این شما میتونید ببینید. خب اینو یه ذره این بهتر بذارم رو نیفتی صلوات بکن. من معلوم نیستم. صداش نظرتون چجوریه؟ تولد یا اول راستش میاد. اینم از این چیاییه که چیز تبریز میکنه. ماهواره. این چراغ قوایی که ماهواره تبریز. نورش بد نیست ولی سبکه. این چراغ قواش هم خیلی زیاد قوی نیست. بعد حالت کم نورتری داره. بعدش چشمک زن. بعدش هم که این بغلش هم باله. اینجاش هم که بارند تیزی داره. اینجا هم که چیز سوراخ شیشه رو میشکنه. اینجاش هم که رو با جلوش میکروفون دارم. میکروفون آیسون اسلامی بود. میکروفون رو زمین خون گیره. خیلی اذیت میشید. الان من میدونم صدا خیلی بدی داره واسه تو میاد. اینو بس کنم به این نم چی میشم. خب الان صدای من از اینجا دارید میشنوید. دارم دورتر میشم و خیلی آروم صحبت میکنم. همیشه آروم صحبت کنید. دستم میذارم اونجا که صدای میکروفون توی گوشی صدا رو ضبط نکنه. و همین دیگه. نظرتو داخل کامنت ها برام بنویس و به نظر شما شارژر چند وات وصل کنم خوبه؟ برای این موبایلم داره زنگ میخوره. قطع کنم الان میام. خب الان زنگ دادم. چی زنگ زنه؟ چی دارم میگم؟ اینم از این میکروفون رو بخوام واسه گیم و یا ویدیو اینا اینجا باید بچسبونم چون من الان نزدیکترم میام. اینجا خوبه. اینجا آره بد نیست. صداشو ببینم چی جوریه. اگه خوب بود بهتون یعنی همینجا وصل میکنم دیگه.
اینجا با یه پیچ بس میکنم اینجا با یه چسب. چیپس چسب سس، چیپس چسب، چیپس چسب سس، چیپس چسب سس، چیپس چسب سس. خدافظ. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره تا ویدیو بعدی هم میخوام اسپویل کنم. الان بهتون بگم بازسازی دوچرخمه. دوچرخم در به داغون قشنگ قراره بگیریم بازسازی کنیم مثل خوب بشه دیگه، قیافش خوب بشه و همین دیگه. واسه 800 تومن لاستیک و تیوب گرفتم. آره دیگه من برم برای ویدیو بعدی. خدا نگهدار. میخوام داد بزنم ببینم نویز کانسلینگش چجوریه. نویز کانسلینگ خدافظ. اصلا میگن داره، مرده گفت داره من اونجا که خریدم، ولی فکر نکنم داشته باشه. خدافظ.